شيئا قل يا ربي. سلام علیکم دوستان عزیز، روز همه شما بخیر شادی باشد. انشالله که همه شما خوب هستید، تنسیت هستید. دوستان عزیز، هزار رحمت کلام به اینقدر سخنهای نیکتون و اینقدر دستگیریاتون. از همه شما میندار هستم. رحمت که ما را دستگیری میکنین. چخیلی که در ولاگای پیشین من نشان داده بودم گشتن چرا پول نیچین بودم. منم خیلی با برامدیان خشروشیدیان خیلی بارونگریه کاکم نیسته که امی علفوشه بچینم. نصیب باشه کاک درک شده پول با خشواش میکنم. کم ترگوزی گشنیج میچینم میبرم. اینجا من اکروب کردم. اینجا گشنیج بود. در درون همی خوکانه کرده مرخ هم مرا وای کرده تیت کرده گشنیج بوده اینجا. بعد همی تختورم خیلی موندم. اینجا اکروب کردم کم ترک. نمیدونم که میبره هم خیلی ماده خنه کشیده اوجه. خیلی انشالله که تو سنتیبر با میبرم آدگیست. و پیش من این سال اکروب کردگی نبودم. همی خود روی در اگر اتاق میبرم آده خیلی کردگی نبودم. کم ترک زیلین میچینم میبرم. با ولاگه خونه دوام میتونم همراه شما دوستان عزیز. که کردن سالیونی میبینین شامپانیون سریج یکه برای سالیونی انم خیلی خوش روه. هم خیلی بسیار نکی پیر شده اوجه اسپه نمیکنی چین دانده. من خیلی دوستان عزیز برای سالیونی انم خیلی خوش روه. من دهکی سریجی نیاش اوجه کلان شدگیم. از میبینیم که چخیلی نه اوجه کیرم وای کردگه درشت رومالگه میبینیم کار نمیه. امسال همیز سیزانی گریبی ده بارانگره خشوش رسته. میبینیم نیش اوجه کلانه شده. بعد وای هر سال اینجا علافی خیلی بوده یعنی اسپا را میدروردم میخوردم. این سال علافایی که اما اسپا نمیخورم خیلی بسیار برامدگی در بین علافا خشون نمیوی هستم اوجه پیر شدگی نه نه برامدسته ایزم میبینی اسپید کنی بیوی میچینی اسپید نکنی تو بگره وای میشه و بیزی میشه. این اسپا بینید نختارا اساسا در نمی وایوی همی اسپا دا میشه. این جوی میگشتگی اسپا دا نخونه این قدوره ده هم جمعه میکوی داره پیر میشه شامپانیون نچینه میخواد سرازه پیر میشه و کیر میزنه. راستی عدتا یافته دیگه خشم دسته خدمه گنده کرده اومده دیگه خشم نمیتیه که وای کنم بکوم استرال میرم نیافتم با میگردم بخونم. دوستانی عزیز این اسبا را بینین میگردنم خسلا بود نه در روزا محکمه میگردن ایسوسو که جایی که خواهن میرون نه نیمشه ایلی وده آوردیم پیش خونه ایشه بلا اومده است دست نکازه بس که دیگه برو بس که تایی یه اسپو داید تا سیوتی با اومده میگره ناگ نو واردیم شده فقط سیو داده خونه دا بود برای اگه تا کم ترگوش امک دسته قریب سیف شدنش اویوش انداخته من خیلی شیده استه پس کردم پیلتره یکم کار دیگه مکنم ازی برای برنج انداختم وقت برکه نه او جوشیده که پیلتره چورده میمونم. برنج هم انداختم خیلی جوشیده استه و زیربکش جوشیده نمه هم این کارو مشیده بورکه کرده بودم پاو میرفته برامده نهازی اکه کارم یعنی من اوشده میپتم و ازش تعبید میکنم بسید. نه دوستان عزیز آش ما هم تیار شد. به حد من آش سرخک نغز میبینم.
هر نفس از حق افافم خواسته صبحها با فکر من برخاسته درد من اندوه دلینش بود شافه عقباست و از غم کاسته شافه عقباست و از در морозильник این خیلی маска بسیار بود маска کیلو یکی بود یورا گفتم سرکشون میگذارم میره بیو وای کنم او میکنم کورانگی روغنی زرد میداره وای دکچه میندازم اوش قاق میشه وای را خیلی رنگی همی روغن سیمشکا بره میشه خنک کرده دعوای میگیرم نصیب کرده بشه در اون کسترونکا میگیرم برای نمی شیرچای و برای چی رنگ روغن زرد میشه برای که морозильник را زنی نکنم مفتستم خیلی که میدونید اینی заморозка کنی زیلین و болгарский هم خیلی چیا برای همه وای کنم مفتستم او کرده گیرم باید خیلی 3 کیلوی دیگه هستم خیلی 8 کیلو یکی коробка ده مثلا یک تاش کنوشن دارم коробка در морозильнике کنوشنی یک تا دیگه شمیجه уже اورا من نیم کردم نیم دیگهش موندگه برای همین پیچینی تورت بار ایو گرفتن میگیرم یورا باشه او کرده میبردارم 25 تا چند تاش خیلی من خیلی کردم پیچینی دیگر چیده انداختم خیلی اخترام او کرده بردارم زمستان کار میه برای ساموسا میتونی که وای کنی رنگ روغن بره برای ساموسا میتونی بعد ایامو روغن استفاده بری این رنگ همی روغن خزر میشه وقتی که او کرده برداشتی ناملایم شدسته نسی باشه دخترها روغن مسکای من خیلی انداختم بینید چقدر جوشیده است روغن مسکه برای که او دوره ها زمین اوش جوشیده قاق شد رنگ همی روغنای سمچکه میشه بینید روغن اوشه او شد کم تا دیگهش موندگی همی قریبی تیار شدنش کاگی دیگچه دا میچسبه تا صاف شدنی روغن کم کم تگشت چسبید نصیب شمش اوشا صاف روشا رنگ روغنی سمیچکه بعد و میکنم میپالم شه یکون چیده ببینید چه خیلی شد خیلی جوش دیسته کمی دیگهش مونده که و شوه او شوه بسیار میجوشه علوی پسته میمونیم میتوری پیلته در اجداد میکنیم که هم خیلی شوه برای که مثال یکون کس اگر کردنی باشه نگوین که روغن او نمیشه این هم خیلی دلگه میکشه خیلی نیم ساعت زیاد بره تا آب شدن شه ما چکه نمیشیم کوفته میستیم شه هر میاد میکنیم شه که پستی یعنی در پیش بیلته راست نمیستیم خیلی 5 منوت پس 6 منوت پس اومده کوفتن میگیریم واسه وای شوه قریب مونده ده صاف شوه ما میپولم نه یکون چی بیاد با شیرچوی خوردن روغن خوشرو میشه رنگ همی روغن های زردی دمشنی میشه ابید کرده شدیم کمپودمونم تیار شده خیلی جوشید نصیب بالای پیلته میگیریم یک طرفه میمونم خودش روزا سالکن شده اگر خنک میشه میخریم شه خیلی دوستان عزیز تا ولاگای آینده در پناه خدا باشین